أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباس يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. برادران محترم، حضار گرامی، مهمانان عزیز، اگر مجلس خدا جمع‌آوری بکنیم در سه هدف و یا در سه جمله جمع میتوانیم. اولین بخش مجلس ای بود که کشور عزیز ما افغانستان 20 سال تحت اشغال که 20 سال به روایت تحقیقی یک قرن است. قرن این معنا که در این مدت تمام جهان یک تحول میپذیره و تحول پذیر می باشه. یک قرن کشور عزیز ما، ملت با شجاعت ما زیر تسلط و زیر اشغال و زیر استعمار و استثمار یک قوت فاحش، ظالم، جابر، جاهل که همانا نامش در روی زمین، جغرافیش به نام امریکا و نظامش به نام دموکراسی یاد میشه و قرار داشت. البته اونها این عزم داشتن که ملت ما را به تمام معنا، ام از نگاه جغرافیه، ام از نگاه عقیده، هم از نگاه اخلاق، هم از نگاه اعمال، هم از نگاه علوم، هم از نگاه فرهنگ، هم از نگاه ثقافت، هم از نگاه اقتصاد، هم از نگاه سیاست، هم از نگاه مسائل حربی، هم در حیات مدنی، هم در حیات فامیلی به تمام معنا تسخیر بکنه و او ظلمت‌های، او جهالت‌های، او تاریکی‌های که یک قشر بزرگ انسانیت و بشریت در جغرافیای امریکا در او تاریکی‌ها، نابسامانی‌ها زندگی میکنن، ما را هم امو تر بسازه. اما و از این جغرافیه تمام جهان، شرق و غرب، آسیا را و یک بخشای مهم اروپا را هم زیر استعمار خود داخل بکنه و زیر قلمرو خود داخل کنه و مستقیما روایی و باداری خود برای همه تحمیل کنه. اما لله الحمد ما به برکت خون شهدای خود، علمای خود، حفاظ خود، مستشهدین خود، جوانان پاک عقیده خود، امرای خود، بزرگای خود، این لوسه و این کدورته و این نحوسته و این چرک کفری را، این چرک اخلاقی را، این چرک بدعملی را، این چرک جهالته، این چرک استبداده، این چرک ظلم ششتیم. آبی چرک، آبی مکروب خون شهید بود، جهاد مجاهد بود، بندیخانه مجاهد بود، معیوبیت معلولت مسلمان بود. این ثابت است اگرچه اونا رانده شدن، اونا فرار کردن، اونا رسوا شدن، اونا ذلیل شدن، اونا ناکام شدن و فضل الهی، اما اونا اینجا اثرات بد خود گذاشتن. امام ربانی متصوف و مجدد الفسانی رحمه الله تعالی می فرماید، میگه یک انسان که به بیت الخلا می روه، به کمود می روه، به تشناب می روه، اگرچه خوب عطر زده باشه، بسیار کوشش میکنه که در داخل بیت الخلا و در از کمود و از تشناب پاک ستره بیرون بیاید، اما هیچ امکان نداره که دعفن بیت الخلا، بدبویی بیت الخلا و کثافت بیت الخلا امرایز نباشه و او بدبویی نداشته باشه. مثالی کفر و تمرکز کفر و سکونت کفر
تسلط کفر، اثرات ناشایسته و بد طبعی خود داره. امریکایی‌ها خصوصا در شهرهای ما که شب و روز اونا قدرت داشتن و غلامایشان به اونا قرارداد داده بود که هیچ امریکایی از عسکر گرفته، از قرارداد گرفته تا جندانشان تا پاپشان کس در جلوی اونا استاده نمیتونه، او را تلاشی نمیتونه، موتر زور تلاشی نمیتونه. او اگر به صدها مسلمان به ظلم بکشه اینجا محکمه نمیتاره. در هر کوچه، در هر خانه، در هر دکان، در هر مارکت، در هر جای آزادانه و به چشم سرخ رفته میتونستن اجراشان مثل نوکر و برایشان استاد. بناء در ملک ما اثرات اشغال و استعمار امریکا هم در زندگی فامیلی، هم در زندگی مدنی، هم در زندگی فردی، هم در زندگی اجتماعی، هم در زندگی علمی، هم در زندگی فرهنگی و ثقافتی، هم در زندگی اقتصادی، هم در سیاسی، هم در مادی، هم در معنوی، هم در دنیوی و اخروی اثرات ناشایسته خود داره. عالی لله الحمد. این جلساتی که در ولایت ها دایر میشه، خیمه لوی جرگه دایر شد، یک نمایندگی از بیداری و همبستگی و وحدتی ملت ما میکنه که اینا همه متوجه هستند که یک کدورات و یک چرک و یک مکروب که اثرات خود بر اذهان و بر عقاید و بر افکاری یک قشر ملت ما انداخته، این باید شسته شود و این وظیفه قرآنی ماست. خداوند می فرماید والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض در سطح توبه شریف که در بین منافق و مخلص مؤمن تفکیک دقیق و عمیق و با الفاظ صریح و تنبیه‌آمیز شده. می فرماید والمؤمنون مردان مؤمن والمؤمنات و زنات مؤمنه بعضهم اولیاء بعض، یا بعضیشان دوستای بعضی است. ما مؤمنای مرد دوستای خواهرای مؤمنای خود هستیم، دشمنشان نیستیم. اونا دوستای ما هستند و ما رشته ایمانی داریم، اخوت ایمانی داریم، رابطه ایمانی داریم که او اساس و موجب عفت و عزت هر انسان است. مؤمن و مؤمنه، مرد مؤمن و زن مؤمن یکی با دیگر دوست هستند. با اساس دوستی یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر، یا با اساس دوستی رشته اخوت ایمانی که دارن، بعضیاشان به بعضی دیگه، مرد به زن و زن به مرد امر به نیکی میکنه و نهی از بدی میکنه. ما به همسایه های مسلمان و مؤمن خود به اونا اجازه میتیم اگر در برادرای مؤمن ما از کلان امارت تا خرد امارت کدام منکر ببینه، کدام ناروا را ببینه، کدام عملی ناشایسته را ببینه، آزادانه به اونا باید بگویه که خدا مستقیم به شریعت کو. یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات. مؤمن مؤمنه، مرد و زن، اگر تجار باشه، اگر کاسب باشه، اگر پیشاور باشه، اگر دریور باشه، اگر کلینر باشه، اگر مستری باشه، اگر جوالی باشه، اگر دهقان باشه، اگر کراچوان باشه، اگر محدث باشه، اگر مفسر باشه، اگر فقیه باشه، اگر متکلم باشه، اگر اصولی باشه، اگر فلسفی باشه، اگر استاد پوهنتون باشه، اگر معلم مکتب باشه، اگر طالب باشه، اگر محصل باشه، اگر متعلم باشه، اگر طبیب باشه، اگر دکتر باشه، اگر ماستر باشه، اگر لیسان باشه، اگر متعلم باشه، اگر محصل باشه، هر کسی که باشه که مؤمن باشه، بعضیاشان با بعضیا دوستی داره، وظیفه زو امر بالمعروف و نهی عن المنکر است. ما از همکاری ملت خود متشکر هستیم، خب ملت خود میگوییم اگرچه وظیفه رسما وظیفه امر بالمعروف است، اما شرعا قرآنا و دینا وظیفه هر یکی ما شماست. و اگر ما کجرو بودیم و ما هم شما حق داریم که ما هم نصیحت بکنین. دیگه اولین خلاصه مجلس ای بود که باید همه متفق و متحد تمام اقشار ملت و نظام در مقابل این بدبختی ها و این کدورت ها و این نحوست ها و این کثافت ها که از استعمار فاحش و ظالم اینجا به میراث مانده، باید با او مقابله شوه و اصلاح شوه. اصلاح عامه باید بیایه و این را هم باید بفهمیم که این نیست که دشمن ما دست زیر زناخ شده. یک طبقه را اونا در طیاره بار کردن. در افغانستان امنیت است، در افغانستان عزت است، در افغانستان حقوق سیاسی، علمی، اقتصادی، فردی، مدنی، اجتماعی همه محفوظ است.
و اونا یک طبقه مردمی که اونا به غرب انتقال دادن چه مشکل داشتن و اونا را که انتقال نتانسته همینجا از پیشان مانده، غیر از اینکه زنا نیست، غیر از اینکه فحشا نیست، غیر از اینکه شرابخوری نیست، غیر از اینکه بد اخلاقی نیست، غیر از اینکه بد نیست. در نظام امارت اسلامی بالای وزیرای ما میتونه مردم عادی دعوه کنه و کرده و حقشان داده شده. اینقدر آزادی در روی زمین دیگه جای نیست. دیگه او بقایای اونا که اینجا مانده خداوند میفرماید بر ما معرفی میکنه المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض یأمرون بالمنکر و ینهون عن المعروف و یقبضون ایدیهم نسوا الله فنسیهم ان المنافقین هم الفاسقون. مردان منافق و زنان منافق و بعضیاشان از بعضیای دیگه هستند و بعضی کار میکنه که امر به منکر میکنه و نهی از معروف میکنه. ما در مقابل خود بقایای غربیا را داریم که اونا گوشکی در بازار در یک مجلس گوشه به ضد اسلام تبلیغ میکنه و اونا باید متوجه باشیم. بسیار دلاوری و شجاعت یک کسی که تقریبا دین میکنه و او بگوییم که 20 سال و ارمغانهایی و بیعزتی و بیعفتی و شرابخوری را که امریکا بر ما ورد امو بر ما ارمغان بس است، دیگه باید خاموش باشیم. مسئله مهم مسئله حجاب است. حجاب که روی چهره باید پوشیده باشه. این تفسیر طالبی است از دین. ما میگم کلا و حاشا. یک چیز میگوییم غربیات در دین ما در مسلمانان رخ نکردن. تمام علوم رشته بندی داره. دکتری طب برای خود رشته دار داره، استاد داره. انجینری برای خود استاد داره. هر زراعت برای خود استاد داره. هر شق علوم برای خود استاد متخصص داره. غیر از متخصص دیگه کس نمیتونه در اون رشته استاد باشه، در اون رشته معلم باشه، در اون رشته مفسر باشه، در اون رشته مبصر باشه. ما برشان میگوییم کسی که در امریکا در اروپا که با تمام معنا ضد اسلام است اونجا تربیت شده باشه، در رشته های مختلف بازو میآید سر فقه ما، سر قرآن ما، سر شریعت ما تبصره کنه. یک خلاف مسلک است. قرآن عظیم شان یک کتاب عربی است. یک کتابی نیست که در یک ماه آموخته شود. این سویه عالم قرآن از ماستر و دکتر که بلند است. شما میفهمین که مدت لیسان 16 سال است و مدت ماستری 17-18 سال است و مدت دکتری 20 سال است. اما قرآن عظیم شان در تعلیم و تدریس خود در 23 سال نازل شده. او مدتی که برای بهترین تعلیمات و تحصیلات تعیین شده از همه کده فوق است. قرآن عظیم شان به لغت ضرورت داره، او به صیغه ضرورت داره، او به ترکیب ضرورت داره، او به فصاحت ضرورت داره، او به بلاغت ضرورت داره، او به حدیث ضرورت داره، او به اقوال صحابه ضرورت داره، او به اصول فقه ضرورت داره، به اصول حدیث ضرورت داره، به اصول تفسیر ضرورت داره. چرا میتونه یک آدم در غرب تربیت شده باشه با ما دین ما را تعلیم؟ تفسیر قرآن و حدیث با اقوال صحابه در روشنی معانی لغت، در روشنی اصول کسی میتونه که عمر خود وقف قرآن کریم کرده باشه. بیاییم در قرآن عظیم شان دو قسم خطابات میایه. یکی یا ایها الذین آمنو که تناب مؤمنا خطاب است. یکی با عنوان یا ایها الناس و یا ایها الانسان، یا بنی آدم، ای انسان، ای مردم، ای اولاد آدم. این خطاباتی هست که دایی منفعت و حکمتا و مصالح همه بشریت نهفته است. خداوند می فرماید یا بنی آدم، ای اولاد آدم، ای انسان، قد انزلنا علیکم لباسا، بیشک لباسی که تو می پوشی یه ما برات پیدا کردم، ماده زیره، اساس زیره به خلقت خداوندی با وجود آمده. قد انزلنا علیکم لباسا، با خاطر چی؟ فایده زی، مصلحت زی چی است؟ یواری سوآتکم بریشا، به خاطر زیرا افریدیم که عورتهای شما را شما عورتهای خدا با واسطه بپوشانین و ریشن و زینت و خوشنمایی برای شما باشه. انسان خلیفه خداست در روی زمین، اشرف المخلوقات است. شرافت انسانی، کرامت انسانی، عزت انسانی و زیبایی انسانی و فرق انسانی از سایر مخلوقات و از حیوانات با واسطه لباس است. لباس با دو فایده داره، یکی پوشاندن عورت و وجود انسان، دیگه خوشنمایی. و خداوند می فرماید و لباس التقوا ذلك خیر. یک قسم لباس دیگه است
که او لباس تقوا است. این علما به سه تفسیر میکنه. یکی لباس تقوا این معنا و لباسی که شما میپوشین که مطابق شریعت باشه، مطابق احکام قرآن باشه، مثل که شیخ سے پیشتر برای شما تفسیر داد، مطابق احکام محمد رسول الله باشه. لباسی که مطابق تقوا و احکام شریعت بسیار خوب لباس است و دیگه این معنا داره. و لباس التقوا یک دیگه لباس است که شما او را به چشم خود نمیبینین، او را ظاهرا نمیپوشین، اما او یک لباس معنوی است که تقواست، اخلاق خوب است و اعمال خوب است، عقیده خوب است، عبادت خداوند جل جلاله. و هم یک لباس است که شما را منور میسازه، شما را باوقار میسازه، شما را سنگین میسازه، شما را عزتمند میسازه. سیوم تفسیر چیست؟ و لباس التقوا، و لباسی که به واسطه تقوا به شما داده میشه که و لباس جنت است و زیور بهشتی است که این تر لباس است که نه چشم را دیده، نه گوش شنیده، نه در دل کدام انسان خطور کرده. و تا کوشش کنین که متقی باشین، متدین باشین، پرهیزگار باشین. خوردنتان، اشامیدنتان، پوشیدنتان، گپ گفتنتان، معاملهتان و زندگی فامیلتان، زندگی شهریتان، زندگی علمیتان، تحصیلتان، تدریستان، حکومتتان، رعیتتان همه مطابق شریعت باشه. در عوض زی باز لباس جنت به شما داده میشه. ذالک من آیات الله. خداوند میگه این لباسه که ما برای شما آفریدم، این دلیل قدرت خداست، دلیل رحمت خداست، دلیل نعمت خداست که شما اشرف المخلوقات هستین. مثل که در عقل شما به واسطه عقل شما از سایر مخلوقات امتیاز دارین، همچنان باید وجود شما، جسد شما، بدن شما که مقر عقل است، مرکز عقل است و عقل قالب عقل است، باید هم از دیگه مخلوقات، حیوانات امتیاز داشته باشه که او لباس است مطابق شریعت. برادران محترم، خداوند می فرماید دیگه جای یا ایها النبی، ای پیغمبر، قل لازواجک، بگوی برای بیبیای خود، بیبیای پیغمبر خدا امهات المؤمنین است. النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم و ازواجه امهاتهم. خداوند می فرماید پیغمبر حقدار است بالای مؤمنان از نفسشان کرده و بیبیای پیغمبر خدا مادرای مؤمنین است. در سه حکم، دو حکم مثل مادر وریث، مثل که مادر سر انسان نکاحش حرام می باشه، بیبیای پیغمبر سر مسلمانان نکاحشان همچنان حرام بود. مثل که عزت مادر بالای اولاد فرض است، عزت و احترام بیبیای پیغمبر خدا همچنان سر مسلمانان فرض است. در یک حکم فرق داره که مادر محرم است، بیبیای پیغمبر محرم نیست. خداوند می فرماید بگوی بیبیای پیغمبر خدا را مگه بیبیای خدا که مادرای ما شما میشه و دخترای خدا و زنای مسلمانان را یدنین علیهن من جلابیبهن که یا پرده را دبال خود آویزان کنه، روی خود بپوشانه. حکمت زیرا به خاطر چی؟ خداوند می فرماید ذالک ادنا ان یعرفن فلا یؤذین. ما به خواهرای خود مسلمان خود میگوییم این حجاب ضامن عزت توست و این ضامن عفت توست. اگر تو میخواهی که عزتمند باشی حجاب بپوش، اگر تو میخواهی که عفیفه باشی حجاب بپوش. خداوند میگه ذالک ادنا ان یعرفن فلا یؤذین. این حجاب پوشیدن، این چادر پوشیدن، این نزدیک است به که این زن مسلمان شناخته شود که بدکار نیست، این زناکار نیست، این فاحشه نیست. اگر روی تلوچ باشه، اگر موی تلوچ باشه، اگر گلوی تلوچ باشه، در بین مردم زناکارم پیدا میشه و یک تم توقع برات پیدا میکنه که شاید این هم طرف ما میلان داشته باشه. حجاب اولین حکمتش است که تو روی پوشاندی، هیچ کس، هر کسی که هر قدر مریض باشه، مریض قلبی و شهوانی داشته باشه، به طرف تو میلان نمیکنه. میگه این زنی عفیف است، میشه که برای ما مشکل پیدا شود. ولا یؤذین، و این نزدیک است برای زی که به شما ضرر نرسه، کس دست نندازه شما را. شما یک تجربه است. نظام گذشته اجیر در ریاست جمهوری مشاورین و مشاورات در بینشان مشکلی عفت پیدا شد یا نشد؟ در رادیو اعلان شد یا نه؟ مشاوری رئیس جمهور چه معنا؟ این معنا که به استعداد خود، به اخلاق خود، به علم خود از او که فوق باشه. از ریاست جمهوری وزیرا، معلم و پلیسی که به خاطر امنیت استاده بود از او شکایت میشد یا نمیشد؟ 2 سال میشه که امارت اسلامی آمده. شما کدام شکوه را شنیدین؟
کدام خواهر مسلمان ما این شکایت کرده که به عفت ما، به عزت ما، به ابروی ما کسی تعرض کرده؟ دیگه ما به خواهرای مسلمان خود میگوییم خداوند بنی آدم مخاطب ساخته، تنها مسلمانان را نه. به حکمت لباس، به خوبی لباس، که لباس برای پوشیدن انسان است و برای خوشنمایی است و لباس تقوا برای شما خوب است. لباس مطابق شریعت بپوشین. این مطلق انسان مخاطب ساخته. این تفسیر طالب نیست، بسیار واضح است. اما ترجمه قرآن کریم که بکنی، اگر بر پارسی باشه، اگر به پشتو باشه، اگر به ازبکی باشه، اگر به اردو باشه، اگر به انگلیسی باشه، هر کس میفهمه که به سطر مطلق انسان مکلف است و لباس مطابق شریعت اگر کافر هم بپوشه برای هم بهتر است. و این تو میفهمی که خداوند پیغمبر خود مخاطب میکنه با بیبیای خود که مادرای ما میشه، به دختراش حضرت فاطمه زهرا مقامش بود، یک بزرگ خدا بود. وقتی که محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم از سفر تشریف ما بردن، اول به زیارت بی فاطمه صاحب میرفتن. وقتی که او به مجلس داخل میشد، به پای برش ایستاده میشد و مقام داشت. وقتی که در میدان محشر با پل صراط مردم میگذره، خداوند اعلان میکنه به تمام اهل محشر که شما تا بپوشانین که دختر محمد رسول الله سیدة النساء اهل الجنه فاطمه الزهرا میگذره از پل، با اون خطاب میکنه که حجاب بپوش و با پیغمبر خود میگویه تمام زنای مسلمان بگوی که حجاب بپوشه. این حکم صریحی است، عبارت النص است، کدام کنایه نیست، کدام مجاز نیست، کدام اشاره نیست، کدام اقتضاء النص نیست. عبارت النص و صراحت است. این تفسیر طالب نیست، این خود نطق و صراحت قرآن کریم است. دیگه ما خواهرای خود میگوییم در فرانسه یک ملک غربی 300 زنای مسلمان به یاد شما شاید بیایه چند سال پیش مظاهره کردند که ما حجاب میپوشانیم. در تمام فرانسه با میلیون ها زن وجود داره، 300 زن مسلمان به خواهش خود و به حق شرعی خود نرسیدن، کسی اجازه نداد که او حجاب بپوشه. ما میگی کلچر اسلام است، این کلتور اسلام است. ای خواهر مسلمانی ما، تو باید کلچر اسلام، کلتور اسلام به چهره خود داشته باشی که هر کس تو را بشناسه که یک زن غربی نیست، یک امریکایی نیست، یک یهودی نیست، یک نصرانی نیست، یک فاحشه نیست، یک زن مسلمان و مؤمنه است. دیگه با خواهرای ما خطاب میکنیم که حجاب برضا و رغبت خود مطابق شریعت بپوشین. از اثرات و از تبلیغات غربی ها و یهود و نصارا شما متأثر نشوین و برادرای شیطان هستند و خداوند می فرماید ان الشیطان لکم عدو مبین، شیطان برای ما دشمن آشکاراست. خداوند جل جلاله ما شما را توفیق بده که اثرات استعماری امریکا به کوششای ما از وطن ما دور شوه و وطن ما پاک و ستره شوه. ما علینا الا البلاغ المبین. آمین. الحمد لله رب العالمین والعاقبة للمتقین والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين. الله تعالى دادی مو غونډه او جلسه خاص د خپل رضا لپاره وګرځي. الله تعالی په خپل دربار کې قبول او مقبول وګرځي. ثوابونه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم، ټول انبیاء و مرسلین، صحابه کرام و تبع تابعین، ټول امت مسلمه، علماء و شهداء و غزات و مجاهدین و مرشدین و ورسه رحمهم الله تعالی. خصوصا دی افغانستان شهداء او دی شلکلن جهاد شهداء و مستشهدین و تی ثوابونه ورسه. پردگار عالمه دی غونډې په برکت د موږ په وطن کې اصلاح عامه راولي. الله تعالی څوک چې دې مجلس ته راغلي ټولو ته په دنیا او آخرت کې کامیابي ور نصیب کړي، سرفرازي او عزت ور نصیب کړي. کوم شرعي دنیوي او اخروي مقاصد لري ټول ور پوره کړي. الله تعالی د موږ وزارت الله تعالی چې یو درانه دنده او ثقيله وظیفه په غاړه ورلوېدلې، الله تعالی په موږ کې استعداد او توفیق پیدا کړي چې دا خپله وظیفه په داسې طریقه باندې سرته ورسو چې هغه اهداف هم لاسته راسي او د موږ ولس او د موږ نظام هم له موږ نه خوشحاله وي او د تا رضا هم د موږ نصیب سي. دا درنه وظیفه الله تعالی ته راته اسانه کړي. درود شریف ټول وایي. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. مولا وزیر مولا والی مولا رهبر دی مولا وزیر مولا والی مولا رهبر دی مولا
مولا منصور مولا جلال مولا عمر دی مولا